سلام به شما عزیزان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اومدیم با موضوع کالی لینوکس. کالی لینوکس یه سیستم عامله مثل ویندوز و مک، ولی خب با تفاوت هایی. اول از همه این روند ویدیو خواهد بود انواع هکرها. خب کالی دلیل این که ازش ما استفاده میکنیم یه سیستم عامل خیلی سبکیه، مناسب سیستم های قدیمی هست، ولی خب اکثر اونایی هم که استفاده میکنن کنار ویندوز دارنش، یعنی به درد استفاده کار روزمره نمیخوره. دلیل محبوبیتش هم اینه که ابزارهای خیلی قدرتمندی برای هک داره، بحث تست نفوذ و اینا. هکرهای زیادی هستن با کلاههای مختلف که من 3 تا از اصلی ترین هاشون آوردم: هکر کلاه سفید، خاکستری و مشکی. هکرهای کلاه سفید هکرهایی هستن که توی چارچوب قانون هک انجام میدن. مثلا فکر کنید من یه شرکتی دارم و یه هکر کلاه سفید رو استخدام میکنم برای خودم که من شرکتم یه سایتی داره که بیاد نشریه های اون سایت رو پیدا کنه، در واقع تست نفوذ روش انجام میده. هکرهای کلاه خاکستری هکرهایی هستن که توی هم چارچوب قانون هک انجام میدن، هم غیر قانونی. هکرهای کلاه سیاه قانون حالیشون نمیشه، اینا برای خودشون قانون دارن و اصلا توی چارچوب قانون فعالیت نمیکنن. نحوه نصب کالی: خب کالی رو معمولا روی سخت افزار اصلی نصب نمی‌کنیم، میایم روی ماشین های مجازی نصبش میکنیم که من از VMware استفاده کردم. ماشین مجازی های دیگه هم هست که حالا شما هر کدوم رو بخواید میتونید انتخاب کنید. به نظر من لینوکس و کالی رو از سایت های معتبری مثل سایت های خودش یا مثل سایت صاف 98 میتونید دانلود کنید. از جای دیگه نگیرید که ممکنه داخلش ابزارهایی باشه، ابزارهای مخرب باشه، ویروس داشته باشه، تروجان داشته باشه. که خب من اومدم نسخه ویچال باکس کالی رو گرفتم که شما نیاز به نصب ندارید و وقتی اوپن بزنید در واقع اینجوری میاد براتون. روی ماشین مجازی از این سیستم عامل استفاده میکنیم، چرا که برای تست نفوذ که خب ابزارهای زیادی کالی لازم داره، برای همون شما میری از یه سایت یه ابزاری رو دانلود میکنی که خب بعد میبینی این ابزار میاد مثلا از سخت افزار شما به عنوان ماینر استفاده میکنی که حتی خود در واقع تست منیجر سیستم هم شما برید معلوم نمیشه، خود سیستم هم نمیفهمه که ازش داره به عنوان ماینر استفاده میشه. پس در نتیجه بهتره که روی ماشین مجازی نصبش کنید بی خطر. این ترمینال لینوکس. یه لحظه من سویت اکانت بزنم. خب این محیط گرافیکی لینوکس هست. اینجا میاد عنوان کاربر رو میگه به چه عنوانی. اینجا معمولا علامت اسکلت یا کار میاد که خب حالا چیز مهمی نیست. اینجا هم اسم سیستم عامل رو میگه که شما موقع نصبش انتخاب کردید. حالا من چون از سایت رسمی گرفتم خودشون نوشتن کالی. اینجا هم بهتون میگه توی چه میگه که مشخص میکنه که کجای سیستم قرار داریم. خب اینجا کامند لینوکس هست. شما حتی اگه محیط گرافیکی هم لازم نداشته باشید موقع نصب میتونید محیط گرافیکی رو نصب نکنید. ترمینال لینوکس خیلی قدرتمنده، گفتم بازم میگم خیلی قدرتمنده. اینجا شما برای اینکه بخواید بالاخره تست های نفوذ رو انجام بدین باید ابزارهایی رو نصب کنید. اون به جدا باید تحت عنوان کاربر روت وارد بشید. کاربر روت کاربریه مثل همون ادمینستریتور توی ویندوز. برای این کار چند تا راه وجود داره. شما میتونید بیاین اینجا بنویسید sudo s، یه پسورد میخواد از شما، رمز پسوردتون رو میزنید.
پسورد کنم. دقت داشته باشید که اینجا وقتی پسوردتون رو تایپ میکنید پسورد رو نشون نمیده، پسورد رو نشون نمیده، ولی خب در واقع پسورد تایپ میشه. الان من تحت عنوان روت وارد شدم، ولی خب برای یه سری کارام اینجوری وارد شدن در واقع درست نیست، یعنی اون دسترسی رو هنوز بازم نداره یه سری ابزار. برای این بهتره که ما بیایم اینجا بنویسیم apt install کالی روت لاگین، اینو که بزنیم. حالا من فیلترش کردم، فکر میکنم قطعه. دسترسی به اینترنتتون حتما وصل باشه. من حالا قبلا نصب کردم، لازم نیست. بعد می‌نویسیم sudo پس wd پسورد براش ست میکنیم. خب حالا سویت یوزر رو میزنیم. اینجا دیگه نمی‌نویسیم کالی، می‌نویسیم روت و اون پسوردی که اونجا ما ست کردیم براش. حالا شما هر بار که ترمینال رو ران میکنید دیگه نیازی نیست کدی بنویسید، تحت عنوان کاربر روت با تمام اختیارات وارد شدید. اینجا در واقع در لینوکس فایل ها در سلسله مراتب درختی قرار میگیرن. ریشه ترین فولدر فوروارد اسلش هست که فولدر روت میگن. در حواستون باشه که این فولدر با دایرکتوری روت فرق میکنه. این فایل به این میگن فولدر روت. حواستون باشه که با این قاطی نکنید هیچ وقت. داخل توضیح های لینوکسی این فایل ها رو معمولا مشاهده میکنید، توی همه توضیح ها هست، ولی خب اینا اصلی ترین فایل ها هستن که من آوردم. حالا میگم توی هر کدوم چیه. توی بین فایل های باینری و برنامه ها قرار داره. توی بوت فایل های بوت سیستم عامل. توی دیو مخفف دیوایسز به این صورتی که در لینوکس هر چیزی ببخشید بله دیگه گفتم دیگه، لینوکس داخل کالی لینوکس هر چیزی فایل محسوب میشه، حتی فولدر ها، دیوایس ها، همه چیز در اینجا فایل محسوب میشه. در اینجا هم فایل هایی که برای ارتباط با دیوایس هاست قرار داره. etc فایل های پیکرمانی داخلشه. هوم در این دایرکتوری ها در واقع هوم یوزر ها قرار میگیرن، یعنی برای هر یوزر یک دایرکتوری درون این دایرکتوری داریم. دایرکتوری روت هم برای هر کاربر یک روت فایل داریم، یه فایل داریم اسمش روته که فقط برای اون کاربره و با فوروارد اسلش فرق داره. بازم بهتون میگم اصلی ترین کاربری که اولین کاربری که ساختید فولدر روتش اینجایه و الباقی کاربرا فولدر روتشون داخل این هوم قرار داره. به این دقت کنید. لیب برای کتابخانه هاست، داخلش کتابخانه هایی که نصب میکنید. ور فایل هایی که مرتبا آپدیت میشن توی این فولدر قرار میگیرن. و آخرین فایل هم شامل فایل هایی که برای اجرای پروسس ها نیاز. خب محیط گرافیکی هم گفتم به شما. اینجا چند نمونه از ابزارهای لینوکس هست که الان مثال براتون میزنم. ابزارهای کالی اینجا داره ضبط میشه، درسته؟ خب دستور اکو در واقع اون چیزی که شما تایپ میکنید بعدش رو میاد برای ما پرینت میگیره. حالا اگه با پایتون کار کرده باشین در واقع همون پرینت توی پایتون هست. اکو یعنی توی برنامه‌نویسی هست مخفف اکو، یعنی همون چاپ کردن. اینجا یه نمونه دیگه. اینم اول بگم که شما میتونید با صدت جدهای بالا و پایین کد هایی که نوشتین رو بیارید.
دسترسی سریع به کدها. میاد و آیدی AES رو برای ما پرینت میکنه. با استفاده از PWD بهمون میگه که ما توی کدوم فولدر قرار داریم. شما میتونید با استفاده از دستور CD به هر محیطی که میخواین بگید. مثلا من الان میگم CD دو تا باید برگردم عقب. برگشتم عقب. حالا اینجا باید بگم CD. حالا LS رو میزنه و میگه ما کجا قرار داریم و چه محتویاتی داخل این هست. PWD به ما میگه که چه محتویاتی داخل این قرار داره و LS هم همینطور چه دایرکتوری هایی وجود داره. حالا ما اگه دوباره برگردیم به عقب، توی اینجا الان قرار داریم. ما الان اینجا توی در واقع روت هستیم. اینجا اگه ما بگیم ls میاد تمام دایرکتوری های موجود رو برای ما پرینت. اگر هم بخوایم به صورت افقی پرینت بگیریم اینجوری میزنیم میاد. برای ساخت فولدر در آن مکانی که هستیم میتونیم مثلا بریم داخل همون هوم بسازیم یا دسکتاپ بریم بهتر. یه لحظه من اسم فولدر دسکتاپ چی بوده؟ خب این حل شد. من اومدم اینجا با استفاده از دستور mkdir یه فایل ساختم به اسم it.txt. اینجا اگه دقت کنید فایل ساخته شده درون دسکتاپ. خب حالا برای ویرایش این فایل ما بخوایم محتویات بهش اضافه کنیم، اسم این فایل رو می‌نویسیم اینجا. در واقع نانو یک ویرایشگر متنی هست مال خود سیستم عامل کالی که شما میتونید اینجا محتویات بنویسید و ذخیره کنید. این هم از چند تا نمونه کد شما حالا تایپ کنید میفهمید یا میتونید با یه سرچ کردن از چت جی پی تی علی بپرسید. خب حالا اگه دوره کار با کار لینوکس درخواست زیاد باشه من میذارم دیگه. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. به امید دیدار.